ایدوما خواهند دود. صدای داری مرکز بلند می شود و بازی بین دسته‌های استراوشان و کلوب مرکزی ورزش ارتش در شهر استراوشان کنار پاس داده شد و خلاص. پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه. اولین شده به توپ رسید در همین وضعیت فوتبال بازی رقم 3 و این دسته به هجوم می‌گذارد. بیرون از جریمه‌گاه امکانیت برای اجرای ضربه و گل، اما بتواند افساید باشد. نادوار به مرکز میدان اشاره کرده ایستادن سالا دوستانی عزیز و صحنه تکرار این گل را ما می‌بینیم. البته در این رقابت وار هست و اگر کدام یک کمی و کم بودیه به میان بیاید حتما با وار از این سفر تو برو از دست داد و رده بازی هم در این میان ایواری او باشد اسماعیل نورالیف. مرکزی ورزش ارتش به توپ میرسد در همین حالت و بعدا بازیگر استراوشان با پای او ضربه میزند. حالا این رو دوار چگونه با امیدیت من نمیدونم، به ضرر نبود. بله دوار این نوبت رو پنالتی خلاصگی ضربه جانبی دروازه استراوشان و گل. سلطانبек فوزилов و سرمربی این دسته شیرالی باباقولов است. با حمله نوبتی دسته استراوشان باز کمک کند. این میتواند بر روی فوتبال بازان تاثیر خوب رساند و این پیش از همه میتواند اتمسفرای فیصله میدان رو زیبا کند. حالا هجوم دسته استراوشان امکانیت برای زدن حتی گل است. ضربه جانبی دروازه ارگاشف، ضربه او برگردانده میشود. سفارov پس نوبتی او رو میبینیم. خوسیمov پس به خط حمله امکانیت است برای ارگاشف، حرکتی او ضربه جانبی دروازه و گل. بسیار هم گل زیبا در اجرای فوتبال بازان استراوشان و حساب اکنون 2-1 به فایده این دسته. به نهایت خوب از خط دفاع بیرون آمدن فوتبال بازان استراوشان و یک باره یک هجوم و این پنسه احساس می‌گردید. ببینید از بین دو کس چگونه او به موقع آزاد گذشت و بیرون از جریمه‌گاه مبارزه برای غلبه می‌شود. حتما آنجا برای روزی کردن فوتبال بازانی ارسال به جریمه‌گاه امکانیت ضربه با سر و حالتی در هم برهم در پیش دروازه دسته استراوشان. ارسالی او امکانیت برای زدن ضربه جانبی دروازه داد. فوزilov از کنار با ابراهیموف مبارزه میبرد. فوزilov فلکه در داخل جریمه‌گاه، حرکت بسیار خوبی او ضربه به کنج بالای دروازه. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای اجرای ضربه است و ضربه سرگردان کرد ولی بعدا توپ رو از دست داد. ادامه حمله رو میبینیم اکنون در اجرای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حمله نوبتی استراوشان ارگاشف مقابل اسرائیل خالف پاس میکند. او ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت فوزilov پاسی او ضربه و توپ از بالای دروازه. این هجوم اخیراً به نتیجه به انجام رسید. ضربه نوبتی جانبی دروازه استراوشان. خوب صدای داری مرکز بلند شد و با همین دسته استراوشان در بازی دور 19 بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-1 غلبه کرد.